بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول الله. خب در حلقه گذشته درباره کشته شدن مسلم ابن عقیل صحبت کرده بودیم دوستای عزیز. اما از کشته شدن حسین ابن علی رضی الله عنه خبر نداشت. خب حسین وقتی که در راه بود، برادرش محمد ابن الحنفیه یکی از بزرگان اعتبار دارد و از فرزندان علی ابن ابی طالب بود که مادرش از قبیله بنی حنیفه بود. برآمد گفت که حسین اون نره اونجا، اخلاً گفت زن و کودکات اینجا گذار که با اونجا کشتنش هم اونها. اما حسین گفت که نه، من برای استلام حکم رفتم، برای به دست آوردن حکم، چون که الکی مردم بیعت خود رو داده بودن. بنابراین حسین قصد دیگر رو اونجا جنگ نداشت، الکی دیگر باور داشت که 18000 نفر اون رو دفاع خواهند کرد. بنابراین گفت که نه، من دیگر میرم اونجا قصر امارات می‌نشینم و طبق سنت بابایم محمد صلی الله علیه و سلم دولت رو اداره میکنم. خلاص ابن زیاد وقتی فهمید که حسین برآمده است و در راه است، حر ابن یزید تمیمی را با 1000 نفر فرستاد تا اینکه حسین را در راه نگه دارند و مجبور کنند که تو از راه گردیده به مکه رود، از اون جایی که اومده است به همونجا رود، یعنی که میخواستند حسین را مجبور کنند. حر ابن یزید با حسین ابن ابی طالب در قادسیه نام جا واخورد. قادسیه یکی از منطقه مشهور از حالا این شهر در عراق هست و قادسیه جایی است که در اونجا سعد بن وقاص لشکری ساسانی ها را شکست داد و یکی از جنگ های محوری در تاریخ مسلمان ها و اسلام در ایران به حساب می رود. وقتی که حر ابن یزید تمیمی با حسین ابن ابی طالب واخورد، گفت کجا می روی؟ گفت عراق می روم. گفت چیکار میکنی؟ گفت مرا اونا نامه فرستادن، اینا نامه هست، گفت 500 نامه هست، اونا مرا همچون خلیفه اعتراف کردن. تو خبر داری که مسلم رو کشتن؟ حسین اهل کوفه همونایی که تو اونها رو فکر میکنی که با تو بیعت کردن، برادر زادت رو کشتن، مسلم رو کشتن. یعنی که حسین اونجا خبر داشت که دیگر برادر زاد رو کشته شده است. گفت اینا غدر میکنن و اینا باور نکن، اینا غدارن، اینا خیانتکارن، برگرد. خواست که امام حسین خواست که برگردن. اما فرزندای مسلم ابن عقیل گفتن که ما باید انتقام پدرمون رو گیریم. حسین گفت شما پافشاری سخت داره که باید انتقام گیریم؟ گفتن که باید انتقام گیریم. اما امام حسین می‌خواستن بازگردن اینجا، دیگر یعنی خیالن که دیگر خیانت شده از دیگر اون نامه‌های دروغی بوده، اون 18000 نفر همه 18000 نفری خیانتکار بودن. اما وقتی فرزندای مسلم ابن عقیل گفتن که ما می‌خوایم قضای پدر رو گیریم، دیگر امام حسین که جوانمرد بودن، مرد شجاع و دلیر بودن، گفتن میریم نباشد برای خون برادرزاد رو گرفتن. بعد حر ابن یزید گفت که من نمیخوام دستم به خون تو زنم، او تو من بدونم کی هستی، آخه دختری پیغمبر، پسری دختری پیغمبر هستی، نبیره پیغمبر هستی. بعد حر گفت که چرا پیش یزید نمیره؟ میگفت حسین گفت کارت نباشده به آچه مانو یا آچه در جنازت گریه کنم. حر هم مرد شجاع بود، دلیر بود، گفت که هی حسین اگر غیری تو همین گپ یگون آدم دیگر میزد، گفت هم خودش هم آچه نشون میدادم، لیکن تو من چخیل تو این گپ زدم، تو گفت نبیری پیغمبر هستی. مادرت فاطمه از بهترین زنهای عالمی هست، من به تو هیچی گفتن نمیتونم، لیکن اگر غیر تو این من مادر ما اگر خیلی دشنام میداد ما در جاش میشنوندم، یعنی به اصطلاح گفت التماس کوفه نرم، یعنی انسان به انصافی بود، یعنی حر ابن یزید به اصطلاح. خب میگن که روایت است که در یزید وقتی که خبر شنید با ابن عباس یک شعر نوشت، یک نامه به طور نظم فرستاد که در اون گفته می شود که مقصد ما سیری رحم داریم، ما امک بچه هستیم، باید که بین ما کنده نشود و دیگر فضیلت فاطمه رو ذکر میکند در اون شعرش. برای چی مقصد امک بچه میگم؟ برای اینکه حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم، این طرف ببینیم که یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس بابای یزید است، هاشم بابای حسین ابن ابی طالب است. عبد شمس و هاشم هر دو برادر دوگانیک بودند. بنابراین یزید گفت که باید که علاقه خویشی کنده نشود. اینچنین زن یزید دختری عبدالله بن جعفر بود که عبدالله بن جعفر پسری عمکی حسین رضی الله تعالی عنه است. اینچنین ام حبیبه زنی پیامبر برای حسین خاله میشد، چون که زنی باباش است دیگر، ام حبیبه دختر ابو سفیان. خب خلاص حسین با حر یعنی که راه میرفت و حر با 1000 نفر حسین را توجه میکرد گویا، و در جای آمدن که
حسین ابن علی گفت این چی نام دارد اینجا؟ گفتن که کربلا. حسین گفت کرب و بلا، یعنی که کرب غم و بلا، یا جای غم و بلا هست اینجا. وقتی که ابن زیاد میبینه که این 1000 نفر لشکری حر ابن یزید تمیمی کار از دستش نمیآید، یعنی که یک ملائمی با وی دارد، با حسین دارد، 4000 نفر دیگر فرستاد با سرداری عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، پسری صحابی بزرگ سعد ابن وقاص، یکی از یارای بهشت، 10 یاری بهشتی. این با 4000 نفر آمد، با همون 1000 نفری حر، یعنی که 5000 نفر شدن. حسین فقط 73 نفر دارد. تصور کنید 73 نفر در مقابل 5000 نفر چه خیلی می جنگن، یعنی که این در یک معیاری عسکری طور نمیگیره. عمر ابن سعد گفت که حسین کار تمام است، کوفه‌ها دیگه همه تسلیم شدن، اونا به ایت خود گشتن، خیانت کردن به تو، اصطلاح باید اونجا نروی. اما حسین گفت من 3 چیز از تو میخوام. گفت یکیش که من گفت من مکه روم، دومش که من گفت من پیش یزید روم، یا اینکه من گفت من به یکی از لشکرهایی که در سرحدهای خلافت مسلمانان هست اونجا روم علیه دشمنان جنگم و سرحد دولت خودمون نگهبانی کنم. ابن سعد گفت که من گفت یک سردار، من یک عسکری مأمور هستم، من اسمش خودم نمیتونم تصمیم گیرم. تو گفت یا نامه به یزید نویس، من یا نامه به ابن زیاد نویسم که ابن زیاد مرا اینجا رهسپار کرده است، او میتونه فقط تصمیم گیره. حسین به یزید نامه نویس که همین 3 چیز را برای وی پیشکش کرد و ابن سعد، عمر ابن سعد هم نیز به ابن زیاد فرستاد، گفت که حسین 3 شرط داره یا 3 چیز میخواهد. وقتی که نامه عمر ابن سعد به ابن زیاد رسید، ابن زیاد خوند، خرسند شد، گفت چوری کنه کوفه نداره، خو مکه میرد، خو یگان سرحدا میرد حمایت میکنه دولت خلافت اسلامی رو در اون زمان، یا اینکه خو گفت پیش یزید شام رود، برای من فرق نداره، گفت مهم همین کوفه نداره، مقصد چی نشد، ناتنجی نشد. اینجا اگه تقدیر بین دوستای عزیز در حقیقت گاهی میشه که همین انسانایی که حکومت رو اداره میکنند، دولت رو اداره میکنند، در اطراف اونها مشورت‌های بده میشوند. در حقیقت اون مشورت‌ها تقدیری، یعنی که بسیار انسان‌ها رو به طور منفی حل میکنند، به اشاره کوچکی. میگن که وقتی که همین نامه رو ابن زیاد میخوند و همین تصمیم خودش رو میگفت، نزد او شمر بن ذوالجوشن گفت که انسان نشسته بود، گفت ها تو چه خیلی؟ گفت امیری. گفت وای حسین کی است که بالی تو شرط میگذارد؟ تو باید بالی وای شرط گذاری. گفت نباید بالی تو شرط گذاری، تو شرط میگذاری، اینجا تو امیر هستی. این دیگر غرور ابن زیاد هم بالا شد. گفت خیلی چیکار کنیم؟ گفت که باید اول بیاد پیش تو اسیر شیند، اسیر گیرد بیارد، بعد تو خواهی یزید فرست، خواهی گفت مکه بازگردان، خواهی گفت سرحدا اینو برده سرحد بان کن، اینش کاری تو هست. گفت لیکن مهم اول باید که باید زیر اطاعت تو سر خم کند، همچون اسیر نزد تو بیاید. ببین مشورتچی بده، چه خیلی که فرعون مشورتچی هامان رو به خود مشورتچی گرفته بود، اینم همین رنگ همین است. بعد میگه که خودی شمر فرستادن پیش همون لشکر، بعد یا اینکه نامه فرستاد به همین شمر، گفت که باید اول من تسلیم شود، حسین رو بیاره اسیر پیش من، بعد من تصمیم میگیرم که شام میفرستم نزد یزید، یا اینکه مکه باز میگردونم، یا اینکه یگان در ثغر از ثغور، یا اینکه سرحد از سرحدهای دولت او رو همچون یک سرحد بان میگذارم. حسین گفت که من بچه پیغمبر، نبیری پیغمبر، بچه فاطمه دختری پیغمبر علیه السلام، چه خیلی گفت اسیر میگردم دستشون، من هرگز به این خواری و زوری تن نمیدهم. بعد شیمی گفت که چیکار میکنی؟ گفت من روم. گفت خب من روم به مکه بازگردم. بعد حسین دید که در لشکر همون انسانی که میشناخت اونها رو، چون که اکثر اونها از شیعه های علی بودن، دعوای شیعگی علی رو میکردن و در جنگ صفین با علی بودند علیه معاویه. گفت که فلانی این نامی تو است، فلانی این نامی تو است، و برای من نامه فرستاد، شما مرده یا نامرده، خود شما چی هست خودتون؟ اونو میگفتن که خیلی کم وضعیت فهم دیدی سودی، وضعیت خیلی شدگی ایست هست، یعنی که شرایط ما رو باید فهمی، تو وضعیت وزنین است، ما نمیتونیم با تو باشیم. بینه نامردو نامه فرستادن، امام رو آوردن، امروز علیه امام شمشیر میکشن خودشون در لشکری شمرو، در لشکری ابن سعد. خب یعنی باید میتونم گفت که دروغ شاخداری است که امام خروج کرده برای که کشته شود. خروج امام برای خاطر به دست آوردن
خلافت و جانشینی پیامبر علیه السلام بود. خروج ایمان برای خاطر عدالت بود، برای امت بود، برای دین بود، برای پیاده کردن سنت پیغمبر بود، نه برای خاطر کشته شدنشون. خلاصا نبرد سر شد. نبرده که خیلی گفتیم قابل مقایسه نیست. 73 نفر علیه 5000 نفر. خیلی بیرحمی نسبتی اولاد پیامبر و آل پیامبر اونجا از خود نشون داد لشکری ابن زیاد. یعنی که اخیرا اون رو تشنه کردن، بعد کشتن. تا آب، یعنی که عادی ترین حقوق انسان برای زنده کردن آب نوشیدنش و آب استفاده بردنش است، همون رو از پیامبر نویرش منع کردن. آب رو نگذاشتن که نبری پیامبر نوشد. کودکای یاش بود اونجا، کودکای یاش از تشنگی گریه میکردن، اما او ظالما پروای این چیزا نداشتن. خلاصه امام حسین رضی الله عنه کشته شد. اما همراه حسین از فرزندای علی بن ابی طالب یک چند نفر کشته شد، از فرزندای حسن کشته شد، از فرزندای خود عقیل کشته شد، مسلم بن عقیل و عقیل، از فرزندای عبدالله بن جعفر کشته شد. نام اونها رو میاریم تو اینکه درک کنیم که چگونه بین صحابه و ابوبکر و عمر و عثمان و علی علاقه خشی و احترام متبادل بین اونها وجود داشت. بله، علی فرزند به نام جعفر، عباس، ابوبکر، محمد و عثمان، همه این 5 نفر برادر حسین بودن، فقط مادراشون فرق میکرد. لیکن اگر ملاحظه کرده باشه اینجا یکیش نامش ابوبکر است، دیگر نامش عثمان است. یعنی علی بن ابی طالب عموما 39 فرزند داشت، 19 تا پسر داشت و 20 دختر. فقط 3 نفر اونها از فاطمه بود، حسن، حسین و ام کلثوم. باقی مونده از دیگر زنهاش. فرزندای حسن عبدالله، قاسم، ابوبکر، یعنی حسن پسری به نام ابوبکر داشته است. فرزندای عقیل جعفر، عبدالله و عبدالرحمن. فرزندای عبدالله بن جعفر عون و محمد. فرزندای حسین عبدالله و علی. و اونجا به روایت عمر ابن علی هم بوده است، اما او زخمی شده است. سوالی بمیاد، حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه در 10 محرم سال 61 بعد از نماز پیشین به شهادت رسید و شب پیش از شهادت رسیدنش پیامبر علیه السلام رو در خواب دید که پیامبر میگفتن که امروز پیش ما افطار خواهی کرد و حسین هم دیگه درک کرد که شهادت او رو انتظار است. از ام سلمه نیز روایت است که خواب میبینه که پیامبر در دست یک چیز مثل شیشه دارند و خون رو جمع میکردن. گفتن که چی شد، چی؟ یا پیامبر گفتن که خون حسین است. گفتن این به اهل مدینه خبر داد. همون روز خیلی سحری گفت که من خیلی خوب دیدم که در از پیامبر یک شیشه هست و خون جمع میکردن و اهل مدینه هم خبردار شدن و یعنی که وقتی قید کردن در حقیقت دیدن که همون روز که حسین شهید شده است ام سلمه همون خواب رو دیده است. خب سوال میاد دوستان عزیز، حسین کی کشت؟ شامی ها کشتن یا عراقی ها کشتن؟ خب لشکری که علیه السلام رهسپار شد همگی کوفگی بودن، همگی کوفی بودن و از اهل کوفه بودن. همونایی که نامه فرستادند و اعلان بیعت کردن، از همونا همین 4000 و 1000 و 5000 دیگر برآمده. یعنی بیاید به نظر یک نظر علی رو نسبت اهل کوفه میگفتن که حضرت علی شما یک مثل یک انسانی کاری هستید که شنوا هست، گونگی هستید که گویا هست، کور هستید که بینا هست. هنگامی که با دشمن روبرو میشد از خود صداقت و وفاداری نداره و هنگامی که باید به انسان باوری کرده شود، هنگامی بلای وزنی به شما باور کرده نمیشود. اگر گویم که زمستانی برو میگه هوا خنک است، تابستانی میگه هوا گرم است، شما چه خیلی انسان خود. این نظری حضرت علی به اهل کوفه بود. یعنی که گفتن که 4 سال من دیگر یک انسان تجربه گویم که انسانی که تجربه جمعیت شناسی دارد وقتی این حالات رو میبینه درک میکنه اینو چه خیلی مردم است. داماد پیغمبر به همین شکل پیشواز گرفتن، داماد پیغمبر به همین شکل خیانت کردن. زین العابدین رضی الله عنه وقتی که میگه که به خدا قسم میخورم که به پدرم نامه نوشته، پدرم فریب کرده، این زین العابدین پسر حسین بود، عهد و پیمان کرده، بیعت به اصطلاح گفته. لیکن وقتی که اومد همه تو دست کشیده، شما پگه چی خیل با پیغمبر رو برو میشید، چی خیل چشم پیغمبر نگاه میکنه روز قیامت. باز در روایت دیگه هم دست میفته که پیغمبر خواهند گفت که قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی. باز در روایت دیگه هم دست میگه که قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی فلستم منی یا فلستم من امتی، شما از امت من هست. آل بیت من کشته. علاوه بر این
حرمت خاندان مرا، پرده خاندان مرا درانده و شما از امتای من نیستی. روزی میگن که خود همین علی ابن الحسین، همین زن العابدین میگذشت که مردم در سوگ حسین گریه میکردند و خودشون رو میزدن، به اصطلاح سینه زنی میکردند و دیگر نامقرا میکردن. گفت که گریه میکنید؟ غیر شما کی کشت پدر مرا؟ همین شما بوده، باباهای شما بود که پدر مرا کشت، پدران شما بود که نامه نوشتن، بیعت اعلام کردن. لیکن همینا وقتی که ابن زیاد آمد به لشکر ابن زیاد پیوستند و علیه پدر من شمشیر زدند. زینب خواهر حسین رضی الله تعالی عنها یک زنی بسیار شجاع و دلیر بود. وقتی از همون نزدیکی کوفه میگذشت، از حودج هم داخلی پرده که بالای شطور میکنن برای زنها، از سرش برآورد دید که زنها گریه دارند و دادوای دارند برای حسین. به سوگواری حسین میگیرن. گفت که هی شما چی خیل مردمه، مرداتون پدر من کشت، زناتون باید برای پدر من عزام میگیرد و گریه میکنن. من هیچ شما رو نفهمیدم. این از بهای اهل بیت با اهل کوفه. بنابراین کاظم احصایی نجفی در کتابش به نام کربلا نوشته است که لشکری که علیه امام حسین برآمده بود 300,000 نفر. البته خیلی وهمه کردی است اینجا 300,000 نفر، خیلی گفتیم 5,000 نفر بود. گفت همگی کوفی هستن، بینشون شامی، حجازی، هندی، پاکستانی، مصری، یمنی، جزایری، مغربی، یگون دیگر جایی نیست. همگی کوفه بودن، همگی کوفی بودن. 3 نفر در قتل حسین به واسطه اشتراک کردند. ابن زیاد با دستور دادن و سینان ابن انس نخعی با نیزه زده کشت و شمر بن ذوالجوشن لعنتی سر حسین را از تن جدا کرد. همین 3 نفر به واسطه در قتل حسین دست دارن. یکی با فرمان دادن، یکی با کشتن و یکی با سر از تن جدا کردن. هر 3 همین جنایتکارها در صفین با علی بودن، با پدر حسین بودن، علیه معاویه می جنگیدن. لیکن ببینید که انسان چه خیلی بگیم که بینش سیاسیش تیز تغییر می‌یابد. در همگی 20 سال پیش علیه پدر یزید می جنگیدن، اینجا آمدن اول باز دعوای بیعت حسین کردن، نامه فرستادن. باز وقتی که دیدن که ترازو با ترازی حکم و زوری و ترازی زوراوری به فایده ابن زیاد است، به طرف ابن زیاد گذاشتن، به نبری پیامبر کشتن. ابن ابراهیم نخعی رحمت الله علیه یکی از فقیهای بزرگ است، از استادان امام ابو حنیفه است. میگه که اگر ما همین جمله قاتل حسین میبینم جنت میدونم، نمیدونم که چه خیلی چشم پیامبر نگاه میکردن. یعنی که از شرمندگی رو خداوند حسین رحمت کند. یقینا او در بهشت است، در بهشت عنبرین است، زیرا که پیامبر علیه السلام گفتند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین خواجه های جوانای جنت هستند. خداوند ما رو به حسین محشور نماید، از پیروان حسین گرداند، از محبان و دوستداران حسین و آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرداند. و لعنت به اون توده جنایتکاری که حسین را کشت، یا که به کشتن حسین راضی شد، یا به کشتن حسین با واسطه یا به واسطه یا با اشاره از اشاره ها با کشتن حسین میکرد. لعنت خداوند بود. خلاصه دوستان عزیز، در آخر میتونیم کمتر درباره رأی علما نسبت یزید صحبت کنیم، چون که در اطراف یزید در حقیقت سخنهای زیادی هست. اما اینجا ما اولا برای شما چیزا رو از امام ذهبی رحمت الله علیه میخوانیم که درباره یزید آورده است. میگه که یزید ممن لا نسبه ولا نحبه، از جمله شخصی است که نه دشنام میدیم او رو نه دوست میداریم. وله نظراء من خلفاء الدولتین، یعنی که مثل یعنی که همتایان او در خلافت اموی و در خلافت عباسی وجود داشتن. میگه خب فقط میگه که انما عظم الخطب لكونه ولی بعد وفات النبی، یعنی که بزرگترین مصیبت این بود که بعد از 49 سال وفات پیامبر، در حالی که بین اونها ابن عمر است، ابن عباس است، ابن زبیر است، حسین است، دیگر بزرگان صحابه هستند، این آمد و چی شد؟ خلیفه مسلمان ها شد. این مشکلی بود اونجا و دولت و دولتداری خودش را به کشتن و شهید کردن حسین ابن ابی طالب شروع کرد
و دولت خود خاتمه دولتش را با واقعه حرکی محاصره کردن مدینه و 3 روز اهل مدینه را کشتار و قتل و غارت و نامعقوله کردنش. یعنی سرشویش با قتل حسین بود، خاتمه دولتش با تجاوز کردن به شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین میگه خدا در عمرش برکت نداد و وفات کرد بعد از 2 سال همین نامعقولش. بنابراین علما میگن که مردم نسبت یزید 3 توده هستند. یک توده میگن که یزید آدم نیکی بود، آدم خوبه بود، یزید این بود وای بود، یعنی که همه خیلی وای دارن. یک توده دیگه میگه که یزید کافر بود، یزید ملعون بود، یزید این بود وای بود، یزید از دین میبرن چی میگن. اما گروه دیگه میگه که یزید انسان بود، یعنی که ممکن نیکی‌ها داشت، بدی‌ها داشت، یعنی که چه خیلی گفتم این بدی‌هاش کشتن نیوری پیامبر علیه السلام است و جنایت‌های زیاد صادر کرده. مثلا مکه رو نیز محاصره کرد در زمان یزید، در مکه هم محاصره شد، نه تنها مدینه. خب بنابراین ما حالا قول علما رو اینجا خواهیم آورد. برادر عزیز، بعضی میگن که یزید حسین رو کمک نکرد و نه دستور داد تا قتلش کنه. یعنی یک جنایت دیگر یزید این بود که قاتلای حسین پیگیری نکرد. یعنی برای خاطر کشته نشدن حسین قدم نگذاشت. اینو ببینید، ابن زیاد حسین کشت. در اینجا چه خیلی گفتیم شمر آمد و سر حسین برید، اما نه شمر کشته شد و نه ابن زیاد تا از وظیفهش گرفته نشد. این چنین بزرگترین حکم خدا رو که این قصاص گرفتن از قاتل است طبق حکم شریعت، طبق حکم قرآن، یزید اون رو نسبت همین 3 جنایتکار معطل کرد و این رو باری اونها تطبیق نکرد. یعنی مادامی که یزید ناراضی باشه، چرا ابن زیاد رو نکشت؟ چرا شمر رو نکشت؟ چرا سینان رو نکشت؟ خلاصه ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب التهذیب و ذهبی در سیر می‌آورد که مرد در نزد عمر ابن عبدالعزیز که از بنی امیه بود، خودش طرف پدرش از بنی امیه و مادرش از نسل عمر ابن الخطاب است، نزد عمر ابن عبدالعزیز گفت که امیرالمؤمنین یزید فلان کار کرد. گفت امیرالمؤمنین یزید امیرالمؤمنین؟ گفت بله. گفت 20 دره زنه برای این کارش، 20 دره زدن. این کتاب ابن حجر بود مکنه قضیه همراه ذهبی. این چنین وقتی که احمد ابن حنبل آمد گفتن که امام مردمانی هستن که یزید تعریف میکنن در حقش دعا میگن. امام احمد گفتن که مگر یزید رو مسلمان دوست میداره؟ یعنی کسی که دعوای اسلام داره مگر یزید دوست میداره؟ بعد پسرش گفت که احترام باشه چون لعنت نمیکنی؟ گفت یزید چرا لعنت نمیکنی یزید رو؟ گفت کی دیدی که پدری تو کسی دیگر رو لعنت کرده باشه؟ این فکر امام احمد ابن حنبل است. غیر از این دیگر علما نیز فکری خودشون بیان کردند، یعنی که چخیلی میگن یعنی که یگان مسلمان کسی که ایمان به خدا دارد، ایمان به روز قیامت دارد، ایمان به فرشته و ملائکه و کتابا دارد، هیچگاه آرزو نمیکنه که همراه یزید یا حاکمان امثال یزید ظالم در روز قیامت یک جای شود. کسی این رو آرزو نمیکنه، نه یزید نه حاکمایی که مثل یزید ظالم هستند. خلاصه همین از رأی علما و همین بود. ما اینجا خیلی مختصر گفتیم، اما اینجا تفصیلات این داستان یا تفصیلات این قصه خیلی زیاد است. ما فقط برای خاطر ساده فهم شدنش، برای عام فهم شدنش، یعنی که یک خرانولوژی ترتیب داریم. چه خیلی در حلقه اول دیدید، اول درباره بعد از مرگ پیامبر چه خیلی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن خلیفه شدنشون صحبت کردیم. بعد اون چه خیلی در زمان حضرت عثمان فتنه شروع شد، اینم خیلی مختصر و فشرده آوردیم. بعد درباره رفتن امام حسین به مکه، از مکه به کوفه رفتنشون و اشاره‌ای به جنگ جمل و صفین کردیم. اینم خیلی فشرده هست، در حالی که هر یک از اینها چندین حلقه ها میخواد برای اون که ما درباره چخیل در زمان حضرت عثمان فتنه ها پیدا شد، چخیل در زمان حضرت علی جنگ و فتنه های بین مسلمانان شده بود و چخیل چیزهای بین در همین شهادت امام حسین چی اتفاقهای افتاده بود. اگر صحبت کنیم شاید 10 ها حلقه ها میشود دوست عزیز. ان شاء الله در اطراف اون صحبت خواهیم کرد، چون که ضرورت است باید از این چیز انسان با خبر باشن، یعنی که باید تاریخ اون چنونه که هست باید با مسلمانان رسانده شود. شما رو با الله تعالی میسپارم، به امید دارم که حلقه هایی که ما گفته گذاشتیم حلقه های مفید باشد و یک سهم برای خاطر برداشتن فرهنگ اسلامی شما شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.